که جگرم سوخته میگیره فرزندم میبینه خدمت علاو سر دادم 98% امی طرف حال نیست سوختگی ندست مثال جاش میاد یا یکم چیزی به مزه میفروشونه یا که میگه که اچه چو اینه دیگه اتاق میرون خیلی میخرن دیگه اتاق میرن اون خیلی میخرن یا که در وگون هم زندگی کردم نه خدا گفتی چیزا که طلب نکرده بودم که مثال من همه خیلی شاور بتینه دستی کودک را گیره یا چی گناه ندارم مثال چی ندارم همه کودکیشون عذاب کشیدگی آمدگی تا حاض سودای کوچگی میکنیم بزرگ میشنیم پیچای مچیده میشنیم این زن تاجیک را زندگی پر از رنج و عذاب مجبور کرده است که به اداره سامانه اویلتیجی مراجعت نماید. فرزانه محیدینова زاده شهری وحدت بوده به گفت خودش شوهرش به بیماری کم عقلی گرفتار است. بر ضمن این دخترچه کلانیش نیز اپیلپسیا دارد و دردش تیز خروج میکند. بالای سوختن مکاب گفتگی بر این خوشدامنش فرزانه را با 3 فرزند خردسال از خانه پیش کرده است و زن بیچاره نمیداند سرش را به کدام در زند. از زندگی پر عذاب جانم به لبم رسید و به سر و رویم کراسین پوشیده خودم را آتش زدم. ولی شاید به خاطر کودکانم خداوند جانم را نگرفت. میگوید فرزانه که چند سال باز در بدر مردم سرسان و سرگردان است و عین زمان در کوچه زینب بیبی پایتخت اجاره میشیند. به خاطر پیش بردن زندگی فرزانه میده فروشی میکند، اما درآمد ناچیزی که از این کار به دست می آورد بعضا حتی برای پرداخت پول اجاره و آب و برق نمی رسد. حال کودکانم را دیده جگرم خون می شود. شبها را با گریه سحر می کنم چون که فرزندانم نان سیری را نمی بینند و از خوشی های ایام کودکی محرومند. کسی نیست که دستی من و فرزندانم را بگیرد. پدرشان زنده است گفته یگان کس به ما کمک نمی رساند، ولی آخر شوهر من به بیماری کم عقلی گرفتار و خودش محتاج دیگران است. وی نمی تواند مثل دیگر پدران فرزندانش را تأمین نماید. فکری مرا نه، فکری همین 3 طفل بیگناه را کنید. آخر این کودکان در کم عقل بودن پدر و دست کوتاهی مادرشان یگان گناه ندارند. میگوید فرزانه با چشمی گریان. بیایید بهترش درد دل این زن تاجیک را از زبان خودش بشنویم. سلام علیکم برادران خواهران عزیز. من فرزانه از شهر وحدت میباشم و یتیم کلان شدگیم که مثال در زندگی بسیار عذاب ها کشیدگیم، بسیار مشکلات ها را دیدگیم. صاحب 3 فرزند هستم. صنف 7 بودم که پدرم از دنیا گذشت، بیماری قند داشت، تو پاچش بریدگی بود. مادرم مهنت میکرد، زحمت میکرد، ما 6 فرزند را میخوراند و میپوشاند. مثال امی خیلی عذاب ها میکشیدیم و وقتی که ما مکتب تمام کردم و ما خواستگاری آمد خوشدامنم باشه گفت که این کسا مثلا ما به پدر کلام کردگیم گفت این هم به پدره خیلی 2 یتیم یک جای کنیم خانه دار کنیم زندگیشان آباد شود. مادرم گفت که به خاطر یتیم بدنش به خاطر که مهر پدر دیدگی نیسته ما رد نمیکنم بچه‌ام گپ ایره مایلا گفت تو صغیره و آورو شوهر که بره گفته همه خیلی ما نصیحت مادر گوش میکردیم. چیزی که مادر میگفت هم برای ما مادر بود هم پدر بود گوش میکردیم. مثال چی میکردیم و وقتی که خانواده شوهرم آمدم توی شیده که چند گذشت زندگی ده بعد ما فهمیدیم که مثال عائله ناسالم بودیم و یا شوهرم بیماری عقلی داره. عقل خیلی کودکیه و مثل مردانی که مثال زندگی را میدونن زندگی را میخپن مثال یا چی به هوس فرزنداش دا بیارد این خیلی نیسته. خوشنوانم باشه همه خیلی گپای بیزیب میگفت. مثال چی میکرد میگفت که تو صغیره ای تو دایم گشنه ای مثال چشمی تو سیر نیسته. همه خیلی گفته گپای همه خیلی بیزیب میگفت. چی میکرد همین دخترچه هم 5 ساله بود دست به خودکشی زدم که ایروی همین زندگی که مثال اینقدر پستی ها دمه طاقت کردم اینقدر
چیزا دا من صبر کردم مثال با قدری نه مهنتم رسیدن نه با قدری زحمتم رسیدن ای جانم سیر شدم مثال دست به خودکشی زدم خود من علاو سر دادم پیش چند کس رفتم گفتم که همه خیلی هیچ که چی نکده و دادم نرسید امی خدمت در خانه مادرم رفتم و تاش زدم فلرکه قطعی امی 98% امی طرف حال نی سوختگی نه دست مثال خانه مادر میرفتم مادرم سر میکرد میگفت که برای بچم زندگی طبق کلیتی آسانی است تو قوتی کلید چیدن نداری میگفت همین نصیحتو میکرد قبل جان مکاج میکردم میگفتم که جای زیست ندارم مثال جای ندارم که پناهگاه ندارم که مثال ما خطی فرزندم روز ما بگذارم فقط درد دل ما خیلی خدا میدونستم خدای طوری سر که مثال مدام خیلی وزمینی بود نه که هیچ کمر چی نمیکرد جاش میومد گشنه بودم تشنه بودم نه که با کسی نمیگفتم که مثال ما گشنه حتی امو مادر که مثال من تولد شدم ایوه حتی امو مادرم در نمیگفتم که مثال ما گشنه ایم یا که تشنه ایم یا که در زندگی هم خیلی کم بودم یگان گپش نمیگفتم چیش نمیکردم بعد خیلی همه خیلی صاحبی نه سیم دختر چم شد این اپیلپسی هم میگیره دختر کلانی من اپای کلانی صاحب فرزنده ده که خداوند لایقش ندید فرزنده اگه این دختر میده که من به نیتی همون چی کرده بودم که مثال همین ده تدارم شکر خیلی بسایه که نو شکر نمیشم ده تدارم بسایه ده همین زندگی ایره به همون خاطر کردم که مثال پگه فرزندی پدرم باشه ها مثال فرزندی کنه چی کنه گفته بخصر کلون همون بابای شوهرم با خستک در سودا که تو گفتگ میفروشی تو خیل میکنی او خیل میکنی گفته قریب همی 1 سال و 3 ماه دمی نمیزای نبی بیده خوب گفت از زندگی میکردم ایروی همی کودکم اکه من فرزندم مثال ناشکری نمیکنم خیلی چیزی که خداوند داده شکرانه میکنم اینه که اکه همی زندگی خوب باشه پجا مثال 10 تا کنی چیه درود نمیتوانه که جاش میاد یا یکم چیزی به مزه میفروشونه یا که میگه که اوچا چون دیگه اتاق میرن خیلی میخرن دیگه اتاق میرن اون خیلی میخرن یا که کودکاشون تماشا ببرن سیران زخم در دلشون هست میاره میگیری مجبور کده کار میبرم با مجبور کده مثال میگیرم میارم ای کودکیشون عذاب کشیدگن سال هموش روبو دمپنیم داینمی خطایا قطعی کار میکرده در هم خیلی اصول مثال کودکام هر زده پرتگی بود یه زنه که خطایی بود او دلش میسوخته مثال ما میگیم که ما مسلمانیم ما ایمان داریم نه که گفتید که همی پرده رومون چیه نه که با دلمون همو کار کده نمیتونیم مثال همو خطایی هم چه خیلی هم بود نبود فرزنده مرا نگاه میکرد مثال من میرفتم کار نیست پیشه هم میومدم این قخنکی بود این قچی بود در وگون هم زندگی کردم خیلی همی کودکیشون عذاب کشیدگی اومدن تا حاضر مثال ولی نونی با اوشی نمیخرم خواهش داریم که خیلی مثال وضعیت ما را دیده چند خلاصه برام جاره نشینم 300 تومان دا میشنیم خیلی باید سمی سویت چه سمی آوش استفاده میبریم مثال کودک داریم راستش همه وقت خیلی با طرز زندگی میکنی که آیا مثال سمی کوارتیر ما چه خیل میکنم آیا تشکمی کودک ما چه خیل میکنم شو میشه وقتا سر ما در بولش میمونم فکر میکنم که یا مایدان ولی این قانون میخرم من را زورم اومده پگه کلون چه اومد چکو کنم دستی کودک را گره یا چی گناه ندارم مثال چی ندارم خیلی که خدا در تقدیر شدم خدا در چکو کنه فکری مرا نکنم مثال من در زندگی چند قشیدم اگر عمری کوتاه هم داشته باشم مثال نفسی که میکشم همین برام تنگی میکنه راستش فکری همین کودکای مرا کنه سرپناه بیان یا که مثال یکان جا برن که همین کودکا آینده شون نقص شد مثال رنگ من عذاب نکشه رنگ من مثال چی نکنن اخی یا حالی طفلی بگناه هم گفتی جا که اینی بازی شده اینه که من یاره کشوله کده رنگ همی آدمی کلان میبره ایسو سیدکه ها در دست من میایه مثال چی میکنیم یا سودای کوچک میکنیم بزار دا میشنیم پیچای مچی دا میشنیم مثال پرشکی بگینم میفروشم گفتی چیزا که اینی خوردن بازی کدن همی کودک اینه که من یاره مثال چی کده نمیتونم که پرتم برم مثال میام یکم کار کده گیان یا ولی عقل ندارم
میکنه ای خدا گفتی چیزا که طلب نکرده بودم که مثال من همیشه شاورم تینه که نصیب و تقدیرم در میخواه بوده گفتی چی که تقدیره یا که افتاب و من پشونده نمیشه و که التماس که شما خواهش میکنم مثال هیچ که ای مستش نمیخواه برو یکی مثال همیشه چی کنه من دلم هر روز گفتی چیزا که جگرم از سوخته میگره فرزندم و میبینم مثال در خانه مردم هر روز رحمتی دو روز رحمتی مثال میگه که بخیمه یکم کار میکنه جاش بیاد مثال سمی کوارتیر داده نمیتونی خطی گودکو پیش میکنه خیلی دلتون با من از دلتونه که با فرزنده ما بسوزه مثال فکری فرزنده ما را کنی که خیلی همین خیلی امیدواریم که مشتریان سامانه اویلا نسبت تقدیر فرزانه و فرزندان زنده یتیمش بی‌طرف نمانده برای رضای خداوند به این زن تاجیک و کودکان معصوم او دستی کمک دراز میکنند، زیرا بزرگان فرمودند تو نیکی میکنو در دجله انداز، تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزید در بیابانت دهد باز.